الکی نشین زبان بخون وقت تو حروم کنی. آلمان پر از مهاجر شده دیگه نیرو نمیگیره. میخوام تجربه خودم رو بهتون بگم تا ببینین اینجا واقعیتش چه خبره. چند روز پیش مریض شدم رفتم دکتر. دوشنبه و سه شنبه رو بهم مرخصی داد. چهارشنبه و پنج شنبه هم خودم تعطیل بودم. اون وقت سه شنبه از سر کار به من زنگ زدن گفتن که بهتر شدی. گفتم چه جالب. اینا زنگ زدن حال منو بپرس. بعد گفتم کی بگی نگی. بعد گفت میتونیم ازت خواهش کنیم این 2 روزی که تعطیلی رو بیای اضافی کار کنی. گفتم واقعیتش نه نمیتونم. حالم واقعا خوب نیست. بعد گفتش که میدونیم حالت خوب نیست. 80 یورو بابت هر روز که بیای بجز اون ساعت اضافه کاری بیشتر بهت حقوق میدیم. بونوس داره. بازم حالت خوب نیست. گفتم جدی حالم خوب نیست. میتونی 2 روزشو بیا 1 روزشو بیا. گفتم به خدا دلم میخواد نمیتونم. امروز که بشه پنجشنبه دوباره بهم زنگ زدن. حالمو پرسیدن که خوب شدی میای فردا رو یا بازم میخوای مریض رد کنی. گفتم با اینکه خوب نشدم میام. همین که از اومدن من خوشحال شد شروع کرد یه پیشنهاد بی‌شرمانه دادن. گفتش که شیفت صبحی که فردا داری رو میتونی به جاش بعد از ظهر بیای. ما فردا صبح یه کاریش میکنیم ولی بعد از ظهر اصلا نیرو نداریم. اونجا بودش که سوال بی‌شرمانه‌شو با یه سوال بی‌شرمانه‌تر پاسخ دادم. گفتم ببخشید بونوس هم داره؟ بعد گفتش چرا نداره؟ تو بیا ما 80 یورو هم اضافی تر بهت میدیم. بعد اون وقت تو نگران چی؟ یه وقت مثلا جا برای تو نباشه؟ بدون نگرانی تو فقط بیا جلوتر. تو مسیر باش. به دلالم نمیخواد پول بدی. من خودم اینجا همه تجربیاتمو بهتون میگم. راهایی که اومدم و رفتم و کارهایی که کردم. داشلیو فالو کن. غمت چیه؟ ریز و درشتشو میگم. دوست داشتی کانال یوتیوب هم هست. اونجا همه چی رو دقیق تر میگم. جیگر تو